تا حالا شده برای خوندن یک رمان از شب تا صبح بیدار بمونی یا برای دیدن قسمت بعدی سریال شب خوابت نبره؟ هر روز سوالای جدیدی درباره اون سریال از خودت بپرسی؟ یا وقتی که به سینما میری انقدر فیلم جذاب باشه که میخکوب با دقت و جزئیات فقط فیلم رو تماشا کنی؟ امروز اومدم بزرگترین راز نویسنده ها رو براتون فاش کنم. اگه دوست داری تبدیل به یه نویسنده بهتر بشی، این ویدیو برای خودت ساخته شده، چون همه این داستانا از یک سناریوی واحد برای نوشتن داستاناشون استفاده میکنن. یک سناریوی ساده و جذاب. اگه دوست داری اون سناریو رو یاد بگیری، این ویدیو رو تا انتها تماشا کن. سلام دوستان، به کانال بارسین گیمز خیلی خوش اومدید. من عرفانم و توی این کانال از ایده تا اجرا رسوندن یه بازی رو بهتون آموزش میدم. اگه به ساخت بازی یا هر کدوم از مراحلش مثل طراحی، داستان نویسی، ایده پردازی و غیره علاقه‌مند هستید، این کانال رو نباید از دست بدید. همین الان قبل از شروع ویدیو دکمه سابسکرایب و لایک رو بچکونید. می‌خوایم درباره داستان ها صحبت کنیم. چه چیزی باعث میشه که داستان اینقدر جذاب بشه که مخاطب تا انتهای داستان رو دنبال کنه؟ تمام داستان ها از یک فرمولاسیون خاص استفاده میکنن. قبل از اینکه این فرمول رو بخوام بهتون توضیح بدم، باید بهتون بگم که احتمالاً بعد از دیدن این ویدیو دیگه دیدن فیلم و سریال ها، داستان ها اونقدر براتون جذاب نیست، چون تقریباً 99% داستان ها براتون قابل پیش بینی میشن. پس اگه دوست دارید که این اتفاق براتون نیفته، همین الان از ویدیو خارج بشید. ولی خب در عوض خودتون میتونید یک داستان نویس بهتر بشید، یک نویسنده بهتری بشید. این فرمول چیه؟ این فرمول خیلی ساده است و در تمام داستان‌ها تقریباً همینه و باید همین باشه. اصلا نویسنده‌ای که از این فرمول خارج میشه تقریباً محکوم به شکسته. خیلی کم و بیش پیدا میشن داستان‌هایی که از این فرمول استفاده نمی‌کنن و به داستان‌های جذابی تبدیل میشن. این فرمول از یک روند ساختاری پیروی میکنه. این ساختار به چه شکله؟ ساختار به این شکلی که ما یک شخصیت داریم. این شخصیت چیه؟ قهرمان. یا یک شخصیت یا چند تا شخصیت قهرمان در داستان وجود دارن که نقش شخصیت مشرف رو بازی میکنن. یعنی شخصیت اصلی که در واقع داستان حول محور اون میچرخه و این شخصیت ما به یک مشکلی برمیخوره که این مشکل باید حل بشه. اون چالش داستان، اون کشمکش داستان. حالا این کشمکش ها میتونن تعداد داشته باشن، مثلا به یک بحران بخوره، دوباره به یک بحران بزرگتر بخوره و بعد در نهایت به بحران آخری بخوره و بعد فرود داستان باشه. و نه، میتونه یک مشکل اصلی باشه که داستان از اول پیروی اونه. شما اگر نتونید در 20 دقیقه ابتدایی فیلم سینمایی یا داستانتون، یعنی در حدود 10-20 صفحه اول، 30 صفحه اول نگید که شخصیت دقیقاً چه مشکلی داره و به دنبال چیه و به دنبال حل کردن چیه، داستان شما به احتمال زیاد فروش پایینی خواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه در زندگی واقعی هم همینطوره. شما وقتی که میخواید یک چیزی رو تعریف کنید، اون قسمتی رو تعریف میکنید که پرچالش تر بوده. طبیعتاً یک روز عادی برای مخاطب نمیتونه جذاب باشه. چه جذابیتی داره که ما یک روتین معمولی و ساده رو در یک داستان ببینیم؟ پس باید یک مشکلی به وجود بیاد. پس مرحله اول شخصیت ما و قهرمان داستان ما پرداختن به اون بود. مرحله دوم مشکل شخصیت ما. بعد از اینکه شخصیت به مشکل میخوره، به یک راهنما میرسه. این راهنما خیلی مهمه و در 90% داستان ها این راهنما میاد و به کاراکتر راهنمایی میده و کاراکتر از این راهنمایی استفاده میکنه برای حل کردن مشکلش. راهنما میاد، مثلا اگر بخوایم فیلم سینمایی هری پاتر رو در واقع مثال بزنیم، راهنما رو داره. در بعضی از داستان‌ها این راهنما کشته میشه و ادامه مسیر رو خود قهرمان داستان باید جلو بره، دقیقاً مثل هری پاتر. و در بسیاری از داستان‌های دیگه هم این راهنما زنده میمونه و مردن یا زنده بودن این راهنما بستگی به شرایط داستان داره. اما راهنما ضروریه که میاد یه راه حل بهش میده و قهرمان داستان از اون راه حل استفاده میکنه برای پیروز شدن. پس راهنما رو نیاز داره. بعد از راهنما اینه که راهنما یک راه حل، یه برنامه به شخصیت قهرمان داستان ما میده و شخصیت قهرمان داستان ما از اون برنامه پیروی میکنه و بعد یا موفق میشه یا نمیشه، که در 99% موفق میشه بازم.
یعنی اون 1% که موفق میشه. یا شخصیت اصلی داستان ما موفق میشه یا جلوی شکستش گرفته میشه. از این دوتا حالت در اکثر داستان‌ها خارج نیست. شما کمتر داستانی رو میتونید پیدا بکنید که ویلن داستان موفق بشه قهرمان داستان رو شکست بده و خب جذابیتی هم نداره، یعنی پایان داستان ما. حتی اگر بخوایم اونجرز اند گیم رو هم مثال بزنیم، یعنی قبلش اینفینیتی وار، توی اون داستان هم تانوس موفق میشه انتقام جویان رو شکست بده، ولی اون پایان داستان نبوده، داستان ادامه داشته. بنابراین ویلن باید مجازات بشه و ویلن به خاطر اهداف پلیدانش شکنجه میشه یا از بین میره یا میمیره و در نهایت قهرمان پیروز میشه. این کل ساختاریه که در اکثر داستان‌ها وجود داره. الان بخواید توی هر داستانی که تا حالا خوندید و یا هر کتابی که تا حالا مطالعه کردید، هر فیلمی که تا حالا دیدید، این قالب رو قرار بدید، میخونه. مثلا همین الان من فی البداهه فیلم اسپایدرمن رو مثال میزنم. در فیلم اسپایدرمن پیتر پارکر یک مشکلی داره، یک عنکبوت میاد نیشش میزنه و یک سری قدرت‌های خارق‌العاده‌ای براش به وجود میاد. یک راهنمایی داره در طول داستان و اون راهنما عموشه که بهش میگه قدرت زیاد مسئولیت زیاد رو به همراه میاره، یعنی اون برنامه رو بهش میده و در نهایت با شرور داستان که حالا متفاوته در هر قسمت مبارزه میکنه و در نهایت هم پیروز میشه. شما حتی یک قسمت هم نمیتونید بیارید که اسپایدرمن توش پیروز نشده باشه، یا حتی یک قسمت نمیتونید بیارید که مشکل برطرف نشه و ویلن داستان مجازات نشه. پس این در تمام داستان ها وجود داره و اگر شما از این ساختار استفاده کنید یک کار بزرگ رو انجام میدید. کاری که ما انجام میدیم چیه؟ وقتی از این ساختار استفاده میکنیم در ناخودآگاه مخاطب قابل پیش بینی بودن وجود داره. شاید فکر کنید بهتر داستان های غیر قابل پیش بینی بسازید، اما قابل پیش بینی بودن و کالری کمتر سوزوندن در مغز مخاطب ما باعث میشه که مخاطب ما بیشتر جذب به داستان بشه. چون همه ما بلا استثنا یک دیدی بهت گفتم ناخودآگاه داریم که وقتی که میشینیم توی سینما، نمیدونم از این شخصیت ها دیدید یا نه، که میگن الان این اتفاق میفته، الان اتفاق میفته، دیدی بهت گفتم. خب به خاطر اینکه اونها ساختار داستان رو درک کردن، میدونن که ساختار داستان به چه شکلیه و دوست دارن اونو پیش بینی کنن، یا ناخودآگاه دیگه متوجه شدن انقدر که فیلم و سریال و کتاب. برای همین این ساختار رو اگر حفظ کنید میتونید مخاطب بیشتری رو به سمت خودتون جذب کنید. ساختار شخصیت قهرمان محور. تمام این چیزهایی که گفتم رو اگر در داستانتون رعایت کنید میتونید یک داستان فوق‌العاده جذاب خلق کنید. اما نکته اصلی رو گذاشتم برای کسایی که تا این لحظه توی این ویدیو با من همراه بودن. اون چیه که باعث میشه مخاطب تا انتها بشینه و فیلم سینمایی رو نگاه. خیلی از فیلم ها رو دیدیم، خیلی از داستان ها و خیلی از کتاب ها رو خوندیم و دیدیم که از همین ساختار پیروی میکنن اما موفق نمیشن. علتش خیلی چیزا میتونه باشه. میتونه شخصیت پردازی ضعیف باشه، میتونه خیلی چیزها میتونه باشه، اما اصلی ترین دلیلش اینه که اون نویسنده درک نکرده که مخاطب به دنبال چیه. و من میخوام به شما بگم دقیقا مخاطب‌ها به دنبال چی هستن. مخاطب‌ها به دنبال یک حس قوی هستن. اونا دوست دارن وقتی که بازی ویدیویی رو انجام میدن یه حس قوی بهشون منتقل شه. اون حس میتونه خشم باشه، میتونه نفرت باشه، میتونه عشق باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه، میتونه خشونت باشه، میتونه چیزهای مثبت یا چیزهای منفی باشه. شما باید بتونید حسهای قوی در داستانتون ایجاد کنید. متوجه منظورم شدید؟ یعنی حس غم رو در مخاطب به اوج ببرید و در همون لحظه بتونید به اوج شادی ببریدش، به اوج عشق ببریدش، به اوج نفرت ببریدش. پس ایجاد کردن احساسات قوی در داستانها بسیار مهمه. شما باید بتونید یک حس بسیار قوی رو در مخاطب القا کنید. وقتی که دارید شخصیت منفی میسازید باید انقدر اون رو بد بسازید که حس تنفر رو در مخاطب ایجاد کنید. مخاطب با تمام سلولاش از اون آدم متنفر بشه. یا وقتی که دارید شخصیت خوب رو میسازید، وقتی که دارید کنش ها و کشمکش ها رو به داستان اضافه میکنید، انقدر
خوب و حرفه‌ای این کار رو انجام بدید که مخاطب میخکوب بشه، که مخاطب اون احساسات رو دریافت کنه. یعنی چی؟ یعنی شما حس خوب بودن رو به مخاطب منتقل کرد. در سریال اسکوید گیم زمانی که در واقع فرانتمن میاد و اون چاقوش رو به شخصیت اصلی 456 میده، اون میره و قصد داره آدم‌هایی که قصد دارن فردای همون روز به خودش و اون بچه آسیب برسونن رو بکشه، ولی این کار رو انجام نمیده. این حس قوی انسانیت رو توی اون سکانس به مخاطب منتقل میکنه. بنابراین شما باید از حس‌های قوی در داستان بازیتون، در داستانی که می‌نویسید استفاده کنید تا مخاطب و بیخکوب تا انتهای داستان حفظ کنید. تمام اون نکاتی که توی ویدیو گفتم خیلی مهمن، ولی از همه این ساختار گذشته مهمتر اون حس قویه. پس حس قوی رو فراموش نکنید که توی داستانتون ازش استفاده بکنید تا بتونید مخاطبین رو جذب کنید. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر به بازیسازی، ایده پردازی، داستان نویسی، طراحی 2 بعدی و 3 بعدی علاقه‌مند هستید، کانال من رو سابسکرایب کنید که قرار تمام این آموزش‌ها رو داخلش براتون قرار بدم. خیلی ممنونم که از من حمایت